دوستان سلام، وقتتون بخیر. امروز اومدم در مورد شامپو بهتون توضیح بدم که چطور شامپوها مو رو تمیز میکنه، چطوری عمل میکنه، ترکیبات شامپو چی هست، چطوری شامپو رو امتحان کنیم، چطوری شامپو رو بزنیم، با چه آبی بشوریم و تمام مباحثی که به این بخشا ربط داره. درسته شامپو مبحث خیلی گسترده‌ای داره، خیلی مبحث زیادیه، بزرگ و بیشماریه، ولی خب من تا جایی که بتونم میتونم راهنماییتون کنم و اینکه این ویدیو رو دارم میسازم به این دلیله که همش دارم چرا شامپو نمیارید، چرا این شامپو رو شما نمیارید، همه دارن میفروشن و اینجور داستانا. من فقط میخوام بهتون بگم که چه چیزهایی مو رو کثیف میکنه، چه چیزهایی پوست سر رو کثیف میکنه. در درجه اول سبوم و عرقی که توسط خود اون غده های عرق و چربی که در پوست سر موجود داره تولید میشه. دیگه بهتون بگم مثلا مثل سبوم که توسط غدد سباسه، حالا اونا رو بهتون توضیح میدم و یه سری غده‌های دیگه. اینها در اصل برای زیباسازی مو ساخته میشن، ولی وقتی که میان مثلا روی سطح مو یا پوست سر آلودگی یه چیزی مثل گرد و غبار، مثل دود ماشینا یا هر چیزی دیگه، مثلا کسایی که آشپز هستن روغنایی که میمونه، یا مثلا کسایی که بنا هستن یا هر چیز دیگه، بهش میگن چرک، که باید در مورد شامپو بگیم چرک رو از روی پوست یا از روی ساقه های مو جدا کنیم. روی پوست سر ما مدام یه جوری مثل ریزش سلولی اتفاق میفته. مثلا اگه دقت کرده باشیم همیشه مو میریزه و یه لایه دیگه، یه تار دیگه مو در میاره. ببینید شوره اینجوریه که باید سلول مرده دونه دونه نامحسوس بریزه، خب ولی شوره اینطوریه که مثلا اگه میبینید زیاد میرسه، محسوس میریزه، با ذرات خیلی درشت میرسه، این میشه شوره به همین راحتی. خب این باعث میشه به چربی پوست سر و عرق پوست سر بچسبه. حالا مثلا فکر کنید که مثلا شما روی موهاتون ژل، تافت، کف موز، نمیدونم چیزای نامرتبط با مو یا هر چیز دیگه که لوازم آرایشی که به مو ضرر میزنه. دوستان دقت کنید، من میخوام یه تار از مو رو بکشم براتون به عنوان مثال. خب این یه تار از موه. خب شما فرض کن این حالا ریشه باشه، این تار موه. بعد اینا یه لایه های ریزی از چربی که روی مو پوشیده شده، درسته؟ بعد همینو من میام بزرگتر حالا میکشم، ویدیو کامل رو براتون میگیرم میذارم که وقتتون علکی نگیرم. خب دوستان دقت کنین، من براتون 4 تا کشیدم. اینا مشکی ها همه تار موه. اینه که با قرمز کشیدم اینا چربیه که بر اساس سباسه تولید شده، یه لایه روی مو تشکیل داده. خب همین لایه روی پوست سر هم هست. حالا دقت کنید، ببین مولکولای شامپو 2 سر دارن، سری که مثل اینه که مثلا آب دوسته و سری که چربی دوسته. 4 تا شکل مو کشیدم. خب 1 2 3 4. بچه‌ها میخوام در ادامه بهتون توضیح بدم شامپو چطوری از روی سر پاک میشه. اینی که با قرمز کشیدم اینا همه چربیه که روی موها بوده. اینایی که میبینید مشکیه اینا هم تار موه. ببینیم شامپو چطور عمل میکنه. اون چربیه که با قرمز کشیدم در اثر غده سباسه به دست میاد، تولید شده که روی هم پوست هستش، روی ساقه مو هستش. حالا مولکولای شامپو 2 سر دارن بچه‌ها، اگه یادتون باشه توی کلاس آموزشی گفته بودم. مثل چوب کبریت براتون کشیدم. یه سرش که سبز کشیدم دایره هستش، اینا آب دوستن. یه سر دیگه که آبی کشیدم که میشه مثلا فکر کنید چوب خود چوب کبریته، اینا روغن دوستن، چربی دوستن. خب وارد فاز روغنی میشه، میره داخل فاز روغنی و اون آب دوستان که وارد فاز آب دوست میشه دیگه. خب حالا من براتون که به صورت چوب کبریت کشیدم، نوکیشو توضیح دادم، اینا رو هم توضیح دادم. خب میخوام یه چیز دیگه هم بهتون توضیح بدم. یکی از موادی که توی شامپوها هستش سورفاکتانته که با مواد مثلا فعال کننده سطحی مثل اسلس که قدیمی و اینجور چیزه فعال میشه. ببینید ما هر وقت که مثلا شامپویی که به سرمون میزنیم، حالا چنگ میزنیم یا ماساژ یا هر طوری که داریم سر رو میشوریم، موهامون رو میشوریم، خب ببینید این وارد روغن میشه. دقت کنید اینه که چوب کبریت بودن گفتم رو چربی بستن، اینو وارد روغن مو میشه، این کثیفی یا جرم چرک مو میشه.
بعد به صورت این آب دوستا که پیرامونش رو میگیره، پیرامون این روغن جمع میشه، قشنگ به صورت این آب دوستا قشنگ کشیده میشه میاد بیرون، پوست سر و ساقه مو تمیز میشه و به این حالت در میاد. به همین راحتی پوست سر تمیز میشه، ساقه‌های مو تمیز میشه. و اینکه به اینا که میبینی پیرامون تشکیل دادن در چربی و کثیفی از روی پوست و مو برمیدارن، به این میگن میسل یا مایسل. این هم یادتون بمونه. خب حالا دوستان میخوام براتون ویژگی شامپوی خوب رو بنویسم. 1. کف خوب باید بده. 2. بدون تحریک پوست سر، یعنی هیچ آسیبی به پوست سر نزنه. 3. پاک کنندگی خوبی داشته باشه، یعنی چربی اینجوری که بهتون توضیح دادم چربی رو قشنگ از بین ببره. 4. بوی خوب بده، یعنی اگه شما مثلا یه شامپوی استفاده کنید که بوی بد بده مسلما خب خوشتون نمیاد، حس خوبی بهش ندارین. و 5. به خوبی آبکشی بشه، یعنی چربی نداشته باشه، روغن اینا زیاد نداشته باشه که روی پوست سرتون، روی ساقه موهاتون بمونه. 6. موها رو به هم گره نزنه، یه نرم کنندگی خیلی ساده مثل کاندیشنر رو داشته باشه. 'خب دوستان میخوام الان بهتون توضیح بدم که چی باعث میشه که مو کثیف میشه. دلیل کثیفی مو: 1. مثل سبوم. 2. مثل عرق. 3. مثل چرک. حالا این چرک ها چیا هستن؟ مثل همون سبوم و عرق به علاوه ذرات. اون ذرات رو بهتون توضیح داده بودم همون اول ویدیو. 4. شوره هم بهتون توضیح داده بودم. و 5. مثل این چیزی که همه داریم این روزا استفاده میکنیم، مثل باقی مونده لوازمات آرایشی، حالت دهنده ها، مثل تافت، مثل ژل و امثال اینها. درسته من بهتون اینجا گفتم شامپوی خوب باید خوب کف بکنه، ولی نکنه شما برید مثلا تایت بزنید که خیلی جامد مایع بزنید یا هر چیز دیگه. ببینید اگه چربی مو مثلا روی موها یه چربی خیلی خوبی هم وجود داره، اینو نباید از بین ببره. این شامپوهای قوی خوب نیستن. ببینید یه سری شامپو هم حتی باعث میشه کراتین مو رو از بین ببره، یا پروتئین مو چیه؟ همون کراتین مو، اینو از بین میبره. اگه قوی باشه شامپو باعث میشه پوست سر آسیب ببینه، بعد ساقه مو آسیب ببینه. این باعث میشه که مثلا شاید هم رفته باشین جای کراتین کرده باشین، یه شامپوی خیلی بد بهتون بدن، این باعث میشه که کراتینتون هم حتی از بین میبره. باید حتی شامپویی بزنید که این هم بهتون گفتم بدون تحریک پوست سر، نباید باعث بشه پوست سرتون شوره بزنه، پوسته بزنه دیگه، بهتون بگم آسیبی بزنه بهتون. ببینید حالا پاک کنندگی خوب. ببین شامپو زیاده تو بازار، خب همه چی به اسم فریسولفات بهتون میدن یا هر چیز دیگه. اگه شامپویی که بهتون میدن خوب پوست سر رو پاک نکنه مفت نمیارزه، که باعث میشه شوره به وجود بیاد، پوست سرتون تحریک بشه دیگه، بتونید ریزش مو پیدا کنید و خیلی چیز دیگه. حالا اگه کراتین نکردید اصلا موهاتون رو، مجبور نیستین شما حتما شامپوی فریسولفات بزنید. یه شامپویی بزنید که آنتی فید بشه، فقط پوست سرتون رو تنظیم کنه یا مثلا ساقه موهاتون رو آسیب نزنه. حالا بوی خوب خیلی مهمه. مثلا بهتون گفته بودم شامپویی که بوی بد بده واقعا حس بدی به آدم دست میده. خب حالا شماره 5، این شماره 5 خیلی مهمه. اگر مثلا خوب آبکشی نشه
مثلا اگه مثلا چجوری بهتون میگم، شامپو روی پوست بمونه، پوست سر، اسکالپ سر بمونه، خب باعث میشه دوباره شماره 2 به وجود بیاد، باعث همون ریزش و باعث قارش و خیلی بیماریهای دیگه میشه. این خیلی مهمه. یکی دیگه از چیزایی که مهمه، حالا این روزا هم که ماشاءالله خانوما همه موهاشون رنگ دکلوره اینجور چیزا انجام میدن، یا به خاطر آب و هوا یا هر چیز دیگه موها خوش شده. اگه شامپوی خوب نزنین خب باعث میشه موهاتون گره بزنه. ببین اصلا شما نباید برین سمت شامپوی بچه، این اصلا چیز خوبی نیست، چون پهاش متعادلی نداره. یه شامپوی خوب مناسب انتخاب کنید لطفاً. هر جا میبینید هر شامپوی میفروشه با هر قیمتی یا روش زده برزیل، ایتالیا یا هر چیزی، اصلا به این چیزا دقت نکنید لطفاً. خب بچه در ادامه میخوام یه چند تا چیز جدیدم حالا اضافه کنم. شماره 7 این چیزایی که میگم و دقت کن، اینا برای شامپوهای جدیدیه که وارد بازار شده. خب شامپوی جدید اومدن چیکار کردن؟ میگن حالا شامپویی که ما داریم میسازیم باید محافظت کنه از مو، دیگه بهتون بگم حتی ترمیم کنه بر اثر همین دکلورو و اینجور چیزی که بهتون گفتم، آسیب‌های شیمیایی ترمیم کنه. دیگه بهتون بگم التیام پوست سر، حالا یه سریا باعث شده مثلا پوست سرشون بر اثر حالا هر چیزی مثل اما بیماریا، دیگه بهتون بگم مثل کار شیمیایی، مثل دکلوره، مثل حالا هر چیز دیگه التهاب پیدا کرد، بیماری پیدا کرده باشه، اومدن چیکار کردن؟ میگن یه شامپو باید مثلا بسازیم، یعنی ساختیم التیام پوست سر. بعد دیگه بهتون میگم شماره 10 مثلا موها رو آب رسانی کنه، خشک شده نیاز به آب داره، نیاز به تقویت داره. رطوبت رسانی مو. دیگه بهتون بگم مثلا یه مورد دیگه مثل حالا هر مشکل دیگه ای که پوست سر داره، یه چیزی مثل دوا و درمون و اینجور چیزا انجام بده دیگه. چی بنویسیم؟ مثل رفع مشکلات دقت کنید طبقه بندی شامپوها. هر شرکتی میاد واسه خودش طبقه بندی میکنه به صورت مثلا معیارهای خودش. مثلا یک بر اساس ظاهر، 2 عمل کرد، 3 بر اساس منشأ. حالا ظاهر مثلا خودش به 3 قسمت تقسیم میشه، پودری داره، صدفی، دیگه بهتون میگم بیرنگ، یا مثل مایع ژله‌ای یا هر چیزی که بیرنگی دیگه کلا. پودری که بهتون گفته بودم، حالا خود شامپوی پودری رو نداشتیم ولی نگاه کنید پودری اینجوریه شامپوش، میبینید مثلا جایی که مثلا آب تو دسترس نیست، خب میزنید به موهاتون اینجوری تکون میدید یا ماساژ میدین، تمیز میشه پوست سرتون، چربیش گرفته میشه. یه سری شامپو مثل این که گفتم بیرنگه، دقت کنید ببینید بیرنگه. شامپوی صدفی میبینید این صدفیه. حالا یه شامپوی خوب خیلی عالی هم داریم که باز برای بعد کراتینه، کسی که ریزش میگیرن موهاشون چرب میشه یا هر چیز دیگه ای. حالا اینم دقیقا بهتون توضیح میدم که چه خوبیایی داره. بعضی وقتا هم مثلا موها فرق داره، اصلا شما باید چیکار کنید؟ مثلا مثل دیگه داریم مثل ژله‌ای، مثل کرمی که بهتون نشون دادم، اون پرایمه بود آخرین بار ریختم. دیگه بهتون بگم مثل شامپوهایی که کفیه، شامپو و قدرت کفی خیلی بالایی داشته باشه. دیگه بهتون بگم مثل شامپوهای مایع.
خب حالا میخوایم یک رو انجام دادیم، بهتون گفتم چیه. حالا میخوایم بریم سراغ شماره 2 بر اساس عمل کرد. میایم اینجا یه پلش میزنیم. 1 میشه مثل شامپوهای حالت دهنده. 2 مثل شامپوهای درمانی. ببین شامپوهای درمانی درصد خیلی بالایشون ضد شوره هستن. و 3 مثل شامپوهای بچه که بهتون توضیح داده بودم برای چیه. روی پوست سر و انسان به طور طبیعی یک نوع قارچ زندگی میکنه به نام مالاسزیا که از سبوم پوست سر یا اسکالپ سر تغذیه میکنه. یه سری عوامل وجود داره که باعث میشه پوست سر چربی بیشتری تولید کنه و این باعث میشه قارچ ها بیشتر تغذیه کنه و همونجا مدفوعشون خارج میشه و داخل مدفوعشون که داخل مدفوعشون یه سری اسید وجود داره. یک نوع اسیدی وجود داره به نام اولیک اسید. خب حالا بریم بخش شامپوی بچه. ببینید شامپوی بچه به این دلیله که برای بچه میسازن pH بچه وقتی به دنیا pH بچه پوستش بین 6 تا 7 هستش. شامپو هم باید به همین صورت باشه. بعد یه سری هم میگن برای موهای رنگ شده هم خوبه، ولی اصلا برای موهای رنگ شده نیست به خاطر pH بالایی که داره. شامپوی بچه حتی برای موهایی که کراتین شده اصلا خوب نیست، باعث میشه دوباره کراتین از بین بره، بعد گره بخوره موها، اینا اصلا خوب نیست. بعد شامپوی مخصوص خود بعد کراتین رو بزنید، فیروسولفات باشه. و اینکه یه سری هم هستن برای پاکسازی پوستشون از شامپوی بچه استفاده میکنن. شامپوی بچه رو میگیرن پوستشون میشورن، اینم اصلا درست نیستش. منافذ پوست رو اصلا خوب پاک نمیکنه. اهمیت pH شامپو. چرا میگن هر موی pHش باید فرق کنه توی شامپو؟ مثلا موی کراتین شده قبل کراتین، موی رنگ شده، موی سر بچه، یا موهایی که آسیب دیده هستن اسکالپ سرشون. حالا ببینید نقطه ایزیونیک مو باید 5 و 6 دهم باشه. یعنی چی؟ یعنی باید قطب مثبت و ایون‌های منفیش هر دوتا یکی باشه، برابر باشن. حالا یه مدل دیگه هم داریم به نام نقطه ایزوالکترونیک مو که اون باید باشه 3 و 7 دهم برای حرکت یون‌ها تو میدان الکتریکی مو. حالا اینا دیگه وارد مسئله نمیشیم. مرسی از خواهر عزیزم بابت نقاشی قشنگشون. بعد و مرسی از خودم. دوستان لطفا حمایت کنید تا جایی که بتونم دیگه ویدیوهای آموزشی براتون میسازم. لایک و کامنت یادتون نره. سیو کنید برای دوستاتون حتما بفرستین، به اشتراک بذارین. دوستتون دارم. تا آموزش‌های بعدی خدا یار و نگهدارتون.